رئیسی با لباس رسمی و کراوات، اما قبلا جنگجوی مسلح بود و ادعا میشد که از نفوذی‌های اسرائیل. اخیراً جولانی توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفته. پس این سوال پیش میاد که یعنی اسرائیل میخواد یکی از افراد خودش رو ترور کنه؟ احمد حسین اششر در سال 1982 در عربستان سعودی در خانواده‌ای از جولان به دنیا آمد. خانواده وی پس از اشغال اسرائیل از سرزمین خود گریختن و او مجبور شد در تبعید زندگی کند. هنگامی که به دمشق بازگشت و وارد دانشکده پزشکی شد، تقدیر برایش چیزهای دیگری نوشت. پس داشتن زندگی روتین و نرمال برای او فقط برای کوتاه مدت مؤثر بود و به زودی مسیر زندگیش به کل عوض شد. فقط 21 سال سن داشت که برای جهاد از مرز گذشت و به القاعده پیوست. از شانس بعدش هم خیلی زود به اسارت آمریکایی ها در اومد و به زندان افتاد. در همونجا با ابوبکر بغدادی همبندی شدن که بعدها یکیشون داعش رو ایجاد کرد و دیگری راه جدیدی برای خود در پیش گرفت. زمانی که از زندان آزاد شد و به سوریه برگشت، مدت‌ها قبلش جنگ و اختلافات داخلی در سوریه شروع شده بود. پس وارد میدان شد و جبهه النصر معروف فتح شام که یکی از شاخه‌های القاعده بود رو تأسیس کرد. اما وفاداریش به القاعده چندان طولی نکشید، چرا او پیوستن به داعش رو رد کرد. پس همین خط قرمز راه رو برای شروع اختلافات بین این گروه‌ها هموار کرد و به همین دلیل از القاعده جدا شد و حتی نام سازمانش رو نیز به هیئت تحریر الشام تغییر داد. این تغییر فقط در اسم گروه خلاصه نمی‌شد، بلکه تغییر راه و نگرش و ذهنیت اونها رو نیز نشون میداد. این گامی از جهاد جهانی به اقتدار محلی بود. برای جولانی این فقط یه تغییر استراتژی نبود، بلکه ساخت هویت بود. حالا او مبارزی نبود که از رهبران افغانستان دستور بگیره، بلکه به عنوان شخصیتی که در تلاش برای استقرار قدرت در سوریه است روی پرده ها ظاهر می شد. ظاهرش رو تغییر داده بود. کراوات می‌بست و انگلیسی صحبت می‌کرد و در بیشتر دعوت‌های رسمی با بانوی اولش لطیفه حضور پیدا می‌کرد. پس از آن در ادلب مالیات‌ها جمع‌آوری شد، شناسنامه‌های جدید صادر و مدارس جدیدی افتتاح شد. درسته این حال و هوای مدرنیته شدن هنوز کنترل شده و با حد و مرز بود، اما بهتر از هیچی بود و البته به عنوان قطب نمای قدرت‌های بزرگ عمل می‌کرد. ایالات متحده مستقیما ازش حمایت نمی‌کردن، اما کاری هم باهاش نداشتن و مورد هدف قرارش نمیدادن و این خودش یه نشانه ای از رضایت بود. جولانی برای تقویت قدرتش صادقانه میگفت میتونید به من اعتماد کنید، اما سفیر آمریکا صراحتاً اعلام میکرد که نمیشه بهش اعتماد کرد. نه جولانی دست نشانده آمریکا بود و نه آمریکا از او حمایت میکرد، اما طبیعتاً این وسط جولانی نیاز داشت تا موضع قدرتش تقویت بشه. آمریکا هم به پلتفرمی در اون منطقه برای حضور در میدان نیاز داشت، چرا که در سخنرانی‌هایش به بهترین و کم خطرترین انتخابشان در خاورمیانه به جولانی اشاره می‌کردند. این هم مصاحبه ترامپ در مورد جولانی و نظرهای مثبت و جنجالیش که به جوان، جذاب، سرسخت، دارای گذشته بسیار قوی و مبارز اشاره می‌کنه. همچنین رابرت فورد سفیر اسبق آمریکا در سوریه در سخنرانی درباره جولانی روایت می‌کنه که ما خودمون جولانی رو به دنیای سیاست وارد کردیم و باید به شما بگم در ابتدا بسیار تردید داشتم که برم و خودم رو با لباس نارنجی و چاقو روی گردن تصور می‌کردم، اما پس از صحبت با تعدادی از افرادی که این تجربه رو داشتم و یکی از آنها که شخصا با احمد شر ملاقات کرده بود، تصمیم گرفتم شانس خودم رو امتحان کنم و متوجه شدم که جولانی مثل یه رئیس جمهور برخورد میکنه، نه مثل تروریست. اما دقیقاً به همین دلیل معادله دیگری برای اسرائیل ایجاد کرد، چون که اسرائیل 13 ساله که مستقیما به دشمن خود اسد حمله نکرده بود. این نکته قابل توجهه که جولانی ستاد کل رو هدف قرار داده و بهش حمله کرد. این نشون میده که اسرائیل بیشتر نگران احمد جولانیه تا اسد. ممنون میشم اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده ما رو لایک و پیجمون رو سابسکرایب کنید. جولانی حالا نه تنها یه تروریست ساده، بلکه یه بازیگر حساب شده و مرموز در سطح بین‌المللیه، کسی که با یه لبخند هم دل غرب رو نرم میکنه، هم دل منطقه رو میلرزونه. جولانی نیز در سخنرانی شجاعانه در برابر تهدیدهای اسرائیل چنین گفت: ما جنگ رو شروع نمی کنیم، اما اگه بشه نمیتونیم کنترلش کنیم. ما فرزندان و ساکنان این سرزمین هستیم و توان به شکست کشاندن تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای تجزیه و تضعیف کشورمان را داریم. سوریه از جنگ نمیترسد و آماده جنگیدن است. ما جزو کسانی نیستیم که از جنگ میترسند.
ما زندگی خود را صرف مقابله با چالش‌ها و دفاع از مردم خود کرده ایم، اما منافع سوری‌ها را بر هرج و مرج و ویرانی ترجیح دادیم. با وجود این اتفاقات، جولانی بدون اینکه آشکارا در تضاد با آمریکا باشد، با سیاست به جلو میره و مشخص نیست که آیا این یک فرصت یا تهدید برای اسرائیل. و دقیقاً یکی از دلایل بمباران دمشق توسط اسرائیل هم همین موضوعه، چون که اسرائیل میترسه هیئت تحریر شام انقدر گسترده بشه که از کنترلشون خارج بشه. ابرقدرت‌ها امیدوارن با فشار اونو هدایت کنن، اما هر لحظه امکان داره فاتحه‌اش خونده بشه. درست مثل صدام و قذافی، همین فرمولو برای شارع هم اجرا میکنن. اول منافع همسو میشه، سپس اگه طرف زیاده روی کنه حذف میشه. در کل میشه گفت بزرگترین نقطه قوت جولانی گذشته اون نیست، بلکه توانایی مدیریت لحظه هستش. در حالی که او قبلا یه شخصیت تهاجمی بود، اکنون با انتظار و زمانبندی به جلو میره. اون صبور اون نیرو جمع میکنه، نه کاملا قانونیه نه به طور آشکارا غیر قانونی. نمیشه گفت رهبر سازمانه، نمیشه فقط یه اسم سیاستمدار روش گذاشت. به همین دلیل هم یکی از قدرت‌های تهدیدآمیز خاورمیانه محسوب میشه. با اینکه توجه همه روی اونه، ولی هیچ کس هم نمیتونه بهش اعتماد کنه. در واقع جنگ اصلی جولانی تازه داره شروع میشه، نه در میدان جنگ، بلکه بین توجه‌ها. حالا دیگه نه تنها دشمنانش، بلکه گذشتش هم هر جا میره یقش رو ول نمیکنه. حتما توی کامنت ها به همون بگین که دوست داریم موضوع بعدی ویدیومون راجع به چی باشه.